سلام بینندگان عزیز، امروز چهارشنبه 11 دکبر است، ساعت به وقت شهر پراگ 10. حالا فشرده موضوعهای برنامه اخبار امروز را به سمع شما میرسانم. شکل کامل این گزارش ها و خبرهای دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب میتوانید تماشا کنید. حکم اعلان شد محکوم شده ها خود را عیبدار نمیشمارند. طبق حکم یکی از دادگاه های روسیه 11 زاده آسیای مرکزی با شمول یک زاده تاجیکستان سالهای زیاد را عمرشان را در پشت میله زندان سپری خواهند کرد. آنها را در ترکش مرگبار متروی شهر سنت پتربورگ در سال 2017 هم عیبدار کردند. در میانی محکوم شده ها یک زن نیز هست. مفتشان انگیزه ترکش را برخورد منفی اعضای گروه های تروریستی به سیاست روسیه در سوریه معنی داد کردند. معلوم نیست دادرس ادعای شکنجه شدن و بازداشت شده های صحنه‌سازی شده متهمان را به اینابت گرفته است یا نه. جزئیات را در برنامه خبری پیشنهادی شما میکنیم. یادآور میشوم که ترکش متروی شهر سنت پتربورگ 16 نفر کشته و ده ها تن دیگر مجروح بر جای گذاشت. وزیر کارهای خارجی شرح داد. در برنامه امروز تفصیلات حمله به دیدبانگاه اشقابات در ماه گذشته را از زبان وزیر کارهای خارجی تاجیکستان برایتان نمایش میدهیم که میگوید تروریستان از زنان و کودکان به حیث سپر استفاده کردند. همزمان سراج الدین محردین درباره همکاری های اتحاد اروپا و مسئله دادن اکریدیتاسیا و یا اجازتنامه کار به خبرنگاران رادیو آزادی اظهار نظر کرد که برایتان تقدیم خواهیم کرد. فعلا چند خبرنگار و کارمند رادیو آزادی از حق کار محرومند، چون بر اساس قانون‌های تاجیکستان آنها بدون اکریدیتاسیای وزارت کارهای خارجی اجازه کار ندارند. 3 نفر از این شمار روزنامه‌نگارانی هستند که تازه برای کار به رادیو آزادی دعوت شدند و 6 نفر ماه‌ها باز حتی یکی از سال 2017 در انتظار دریافت اجازه کار هستند. کودکان را به مکتبی دشوار تربیت سپاریدند. والدین راضی نیستند. مقامات تاجیکستان 10 نورس را از بنگلادش به وطن آوردند. راههای چگونه تا بنگلادش رسیدن کودکان تاجیک پورا آشکار نمی شود. به قول مقامات نورسان بعد گذشتن روند مطابق شوی و یا ریابیلیتاسیا به خانه جواب داده خواهند شد. در گذشته تحصیل نورسان و جوانان تاجیک در مدرسه های پاکستان، ایران، عربستان سعودی ثبت شده بود. بار اول است که از تحصیل نورسان تاجیک در بنگلادش رسانه ها آگاهی می‌یابند. در ازبکستان پیشنهاد دارند که بقیه‌گیری را برای شهروندان خارجی بکار کنند. قاعده نو از 1 ایولی سال 2020 به اجرا می‌دراید. ترتیب بقیه‌گیری شهروندان خارجی و افراد به شهروندی به مهلت نظامی روادید و یا بی روادید بکار کرده می شود و این مهلت نه بیشتر از 30 روز کاری خواهد بود. در تاجیکستان نیز چنین قاعده عمل می کند. سیاحانی که با ویزا به کشور می آیند از مجبور نیستند که خود را به قید گذارند. ناظران صحه به خاطر آموزش فضای پیش از انتخاباتی وارد تاجیکستان شدند و با برخی از احزاب سیاسی و نهادهای دولتی و غیر دولتی ملاقات می کنند. انتخابات پارلمانی تاجیکستان قرار است ماه مارس سال 2020 برگزار شود. برای نظارت آن از خارج کشور هیئت‌های ناظران وارد میشوند که معتبرترین آنها هیئت ناظران بیوروی اینستیتوت‌های دموکراسی و حقوق انسان و یا بدیپچی سازمان امنیت و همکاری در اروپا به شمار می رود. مقامات دادگاه عالی تاجیکستان به نمایندگان دفتر نهادهای دموکراسی عاید به حقوق انسان وعده دادند که در صورت وارد شدن شکایت از قانون شکنی در معرکه آمادگی با انتخابات و کمیسیون انتخابات از جمله رد شدن بقیه‌گیری نامزدها به وکیلی را طبق قانون بررسی و چاره‌اندیشی میکنند. اتحاد اروپا اخیراً به تاجیکستان مشورت داد که در پیشروی انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی سال 2020 در کشور فضای سیاسی را بازتر کند. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیکی همراهی کنید.